دویم سوال، اگر سلام از آدمی راه دوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته. وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثلا از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتند و علیهم و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر وی ها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم به کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن با اونها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشویم. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها دا میشکند، چهره هاشون دا میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه؟ جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشند، در جای کسمتیکا احترام شوهر به جا بیارند، در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا میشود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست، چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره‌های همونها دیگرگون است، چهره‌های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره‌ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره‌ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان در شب در ساعت 3 و 4 خیز و سوی خدای خود زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پره هست. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. یعنی معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک می شود. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد،
نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر. تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا، انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگه حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست. وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست. شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود، با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها میآید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود، این زن همراه او هست. طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر. تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا، انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگه حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد.